مهدی هستم. اینجا رسانه منه برای شنیده شدن و دیده شدن. امیدوارم مفید و موثر باشه براتون. موضوع امروز ما راجع به اقتصاده. میخوایم بپردازیم به اینکه اقتصاد چیه و اینکه معرفی کنیم رشته دانشگاه اقتصاد و بازار کارشو. اول بپردازیم به موضوع که آقا اقتصاد چیه اصلا؟ کلا یعنی چی؟ اقتصاد میگن اکانومیک، یعنی چی؟ اقتصاد یعنی ما با یه سری منابعی که داریم که محدودم هستش باش بتونیم بهترین انتخاب ها رو داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا 100 میلیون پول داریم، با این 100 میلیون رو میخوایم آقا یه سری انتخابات داریم. مثلا باید یا میتونیم، البته که الان نمیشه ماشین خرید، خونه خرید، مثلا این 100 میلیون رو بیایم یا طلا بخریم یا دلار بخریم یا مثلا بیایم روی کریپتوکارنسی یا مثلا بیت کوین بذاریم. اقتصاد به ما کمک میکنه خب با یه سری معیارها بیایم بسنجیم کدومشون به صرفه تره. خب یه منبع محدودی به اسم پول داریم، مثلا با یه سری انتخاب ها مواجه شدیم. اقتصاد به ما کمک کنه که با این روش بتونیم این انتخاب خودمون و انتخاب درست خودمون رو انجام بدیم. البته که ممکنه درست هم نباشه. ها رو به دو دسته تقسیم میکنن: اقتصاد یا خرد یا کلان. خب اقتصاد خرد شامل رفتارهای آدم ها میشه. رفتار آدم ها چی میشه؟ رفتار خرید و فروش. اقتصاد دو تا شاخه داره. شاخه اول اقتصاد خرده، شاخه دومش اقتصاد کلان. اقتصاد خرد شامل رفتار فرد و واکنش بازار و بازار میشه. یعنی چی؟ یعنی میاد بررسی میکنه که آقا شما که داری خرید و فروش انجام میدی، مثلا توی عرصه کوچیک‌تر، مثلا این آب معدنی میخری میفروشی، اون میاد بررسی میکنه اونو و تحلیل میکنه و تاثیرشو میذاره. این از این از تاثیرش یه سری رفتارها رو شناسایی میکنه. این از اقتصاد خرد. اقتصاد کلان شامل ابعاد بالاتری میشه، یه سیاست‌گذاری‌های بالاتری. مثلا میاد نرخ تورم رو بررسی میکنه، نرخ بیکاری رو بررسی میکنه، رشد کشور رو حالا یه ابعاد کلی‌تر هم بهش اضافه میشه، رشد منطقه رو مثلا بررسی میکنه. سیاست‌های مالی و پولی، البته این دوتا مالی و پولی توی ویدیو دیگه راجبشون توضیح میدیم. سیاست‌های مالی و پولی رو هم بررسی میکنه. این از دو تا شاخه اقتصاد. مفیدتر بگیم دو تا شاخه اقتصاد خرد شامل رفتار میشه، یعنی رفتار رو بررسی میکنه، اما اقتصاد کلان رفتار اقتصادی البته. در اقتصاد کلان به سیاست‌های کلی‌تر بررسی میکنه. مثلا میاد رشد اقتصادی، GDP، همون تولید ناخالص داخلی رو بررسی میکنه. حالا یه ذره دید کلی‌تر داره، یه ذره نه، یعنی دید کلی‌تر داره. خب اقتصاد رو گفتیم، اقتصاد خرد و کلان رو معرفی کردیم، از اقتصاد خرد و اینم اقتصاد کلان. بریم بخش اصلیمون و بخش بعدیمون، البته که چون خیلی از افراد دانشگاهی دنبال اینن، دانش آموز دنبال اینن که اینو بشناسن، این رشته رو، حتی دانشگاهی هم که این رشته رو بشناسن. بپردازیم به این موضوع که رشته اقتصاد چیه، بازار کارش تو ایران چیه و آیندهش چی میشه. ببین ما یه رشته داریم، رشته دانشگاهی به اسم اقتصاد، اکانومیک. تو این رشته به تحلیل میپردازن، به بررسی سیاست‌های مالی و پولی دولتی و بخش‌های خصوصی میپردازن. خلاصه کلام بگم، این رشته فقط عدد نیست، این رشته میپردازه به رفتار ما و رفتار کشورها. ببینید من چرا نوشتم کشور و یا کشورها. ببینید ما برای اینکه مثلا رشد یک کشوری رو بسنجیم، آمار و احتمال اعداد و ارقام استفاده میکنیم، ولی رفتارهای اون منطقه هم مهمه. این میشه رشته استفاده میکنن برای اینکه بیزنس خودشون رو گسترش بدن و این چیزا. این از رشته اقتصاد. حالا سیاست‌های کلی و سیاست‌های خود رو هم بررسی میکنن، سیاست‌های مالی و نمیدونم انبساطی و انقباضی رو هم بررسی میکنن. اما رشته اقتصاد یه قدرتی بهت میده که بتونی تحلیل کنی، رفتار اقتصادی رو تحلیل کنی. تحلیل یک جامعه اقتصادی با استفاده از آمار، ارقام یا داده ها
خیلی مهمه. الان ما باید این رشته اقتصاد رو تحلیل کنیم، ببینیم حالا بازار کارش رو ببینیم، حالا چی میخونن تو دانشگاه، اگه خوندن آیا تاثیر داره روی آیندم یا نه. بریم مبحث بعدیمون راجع به همین رشته اقتصاد رو معرفی کردیم. تو یه رشته هست که تو دانشگاه خونده میشه، فقط اعداد و ارقام نیست، به تحلیل یاد میده، بهت در واقع ذهنیت اقتصادی میده، بهت معرفی میکنه که رفتار در مواقع مهم چی باشه، در مواقع اقتصادی مهم چی باشه و چه رفتاری رو داشته باشه. این از رشته اقتصاد. اما بیایم بازار کار. این رشته هم بازار کار تو دو بخش داره، بخش خصوصی و بخش دولتی. توی بخش دولتی خب یه سری کدرشته ها بهتون میدن که این کدرشته ها میتونید وارد مثلا آموزش پرورش بشید، دبیر بشید، میتونید وارد وزارت اقتصاد بشید، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، مراکز دولتی. اینا برای رشته اقتصاد استخدام میشه، استخدام دولتیشه. حالا بخش خصوصیش هم شامل بیمه میشه، مشاور کسب و کار، تحلیل در زمینه‌های مالی و البته که توی رشته اقتصاد و توی بخش خصوصی باید تخصص داشته باشی. تخصص نداشته باشی تقریبا خیلی تقاضاش کمه. اینجوریه. توی بازار مالی هم میتونید وارد بشید، من توصیه میکنم وارد بشین قبل اینکه اگر این رشته رو میخونید، اگه نه قبل اینکه وارد بشید یه دیدی هم به بازار مالی داشته باشید. خلاصه کلام، من همیشه نگیم بخوام یک رشته رو معرفی کنم بعدش میگم آقا بپردازیم به این موضوع. الان این رشته رو میخونی، 3-4 سال آینده یه چیزی به اسم هوش مصنوعی داره میاد، چه تأثیر داره رو اون رشته. راجع به این هم باید مطالعه کنی. هر رشته مهم نیست، حتی پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، نمیدونم مهندسی برق، مهندسی مکانیک، انواع اقسام رشته رو اگه بگی باید بپردازی به این موضوع که آقا AI داره میاد، هوش مصنوعی داره میاد. خب چیکار کنم؟ ببین توی عصر هوش مصنوعی برای رشته‌های علوم انسانی مثل اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، روانشناسی، جامعه شناسی الی ابد باید بگم که باید با هوش مصنوعی ترکیب بشید. هر چیزی که میخونید باید با هوش مصنوعی ترکیب بشید. برای رشته اقتصاد هم همینه. باید برای علوم انسانی خیلی شدیدتره. هفته پیش متوجه شدم که وکیل هوش مصنوعی ساخته شده تو ایران و قرار رباتش بیاد بیرون. اینم از این. امیدوارم مطالبی که بهتون گفتیم براتون مفید باشه، موثر باشه. ما از مباحث اقتصادی کامل میذاریم، مباحث اقتصادی و مفاهیمش، مبحث تورم و توضیح دادم، خواستید استفاده کنید و براتون مفید و موثر باشه. سلامت باشید و در خانواده خودتون بهترینا رو بسازید.